سلام آقا. ویدیوی امروز ما یکم خاصه، اونم برای اینکه این سب ویدیوها رو من توی چنل های ASMR خارجی دیده بودم، با این تفاوت که اونا توی آیپد بازی میکردن ولی اینجا خبری از این لاکچری بازی ها نیست. مثل اینکه این همون پیتزا فروشیه روبرویمونه، اومده ببینه غذاهامون چطوریه. به نظرت چیکار کنیم؟ انگوش به دهن بمونه؟ آره آقا دیگه ما حالا همینطوری میزنیم ببینیم چی میشه. خمیر رو پهن میکنیم، سس میمالیم، پنیر پیتزا. پنیر سسش یکم کم شد ولی حالا به درک. ما اینطوری مشتری مداری نباید بکنیم ولی فدای سرمون. بازم خب پیتزا رو نصف میکنیم ببینیم بعدش چی میشه. اصلا از سرش هم زیاده والا به خدا. میذاریم تو جعبه ببریم به نون پنیر میخورن اینا. چرا؟ چه کاریه؟ چرا پیتزا سفارش میدن؟ هیچ موادی نداریم، همینطوری داریم نون پنیر میفروشیم.